بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزیزان محترم امروزنگی صحبت مونده از گفته رسول خدا رساندم حرکت میکنم. رسول میگن که احب الاعمال الى الله تعالی بعد الفرائض ادخال السرور على المسلمین. رسول گفتن که پروردگار با مقبول محبوب بدگی پروردگار نازمیدگی عملهای یکمش اجرا کردن فرض باشه، دیگری کفای همان نمی ایستد قلب مومن به خرسندی در آوردن گفتن. یعنی مومن انسان یک دوستش قلبش به خرسندی در آورده و یک دلش بردانده و یک خرسند کده همون از دلش یک بیزوتگی از دلش یک خفگی برآورده تونه مگری دانیم که پروردگار همین خیل خرسند میکردیم که پروردگار به همین خیل عملی نقض کردیم که بعد فرض می ایستادگی انسان های عملش کردگی حساب میشدیم. برای همین هیچ وقت مومن انسان از قلب مومن به دیگه دوستش به از خرسندی در آوردن خودش به حرکت نکنش خوب است. حرکت میکردیم یک انسان دلش یافتن با حرکت میکردیم یک انسان از قلبش خفگی برآوردن، حرکت میکردیم یک نفهمایی فهمونده موندن و همون انسان خیرت هم خیر بوده است. گفته خرسند میشد کو همون خرسندش دیگه به کارهای ثواب یا که به احسان کتی یا دیگه به عملهای نفل کتی یافته میشدگی عمل حساب نمیشده است، همین خیلی بلند حساب میشده است. همین چیزا فهمیدگی انسان حرکت میکرده است دیگه انسان با یک خرسند در آوردن با یک انسان خرسند کردن با لیکن خرسندی هم به حد خودش. دوستم خفه میشد گفته از حد خدا برآمدن و ینده پروردگار خفه میکرده است. یکم حد خدا نمیستم، یکم فرض عملهای اجرا میکنم، بعد این یون هموننده همون انسان های خرسند کردن با حرکت میکردیم. این یکم حدیث. دیمش نسلا میگن که اجیبوا الداعیه ولا تردوا الهدیه ولا تضربوا المسلمین. یعنی اصل چیز احتیاج هست رسول الله. یکمش از مسلمان با از دست برداشتن خداوند احتیاج کنتون. یعنی مومن انسان دیگه مسلمان انسان تیپش به دست نبردارد، یعنی به معنی که جنگ نکند و همون جنگ میکردگی کارم نکند و همین انسان جنگ میبردگی از چیزها خاص احتیاط کند. دیگه مهم بودش به رسول الله آورسیان. دیگه‌مش اجیبوا الداعیه خبرچیه خبرش به چهارگی انسان همون دعوتش به اجابت کنید. خبر کند روید، گوید اجرا کنید. خب گفته نرفته مونید دمک وینده گناهکار میشدیم. ده برادر خبرتون برحمت حرکت میکنم رفتم با مبادا نروم ازل گفته نگوییم مگر نمیشد اگر نمیفته باشه. ولا ترد الهدیه و یک انسان با هدیه دیگری هدیه نگراننده قبل است. خواه هدیه میده باشد خواه کلام باشد پیامبر خدایم هدیه دادم صدقه دادم میگفتن بدگتن میگفتن که این هدیه می صدقه می صدقه گم نگری دیگه انسان ها میدادن لیکن و انسان خفی کردن نیدان هدیه گفت هوای خودشون میخودن دیگه انسان ها هم سلب کردن. یک انسان با امکان خودش یک چیز مروت کرد همون نه من نمیگیرم ما در کاری رفت نکو بس رحمت گفته بگیریم در کار باشد دیگه کسی میدادیم. نه هدیه گردوندن هم کار ناز نبود است. نشانه های قیامت اکثر میگوید که انسان های احسان کن احسان های زکات آدم نیافته مونن. هم خیلی فراوان نمیشده است که انسان ها در زکات به پلاهای زکات خود نمونده است. انسان ها در هدیه دادن به امکانات های هدیه گر نمونده است که همه خودش بای میشده است. تو همون خیلی زمان برفتن انسان از این امکانات استفاده برده بدگی مونده داده یک انسان تیاد
قبول کردم خوب دست سیمش همین که دکو میکنم رسول میگن که احب الاعمال الى الله تعالی ادومها و این قل در نه عمل ها قطار عمل های نقص میشده است مایده باشدن بر دوام بدگیش یک روز دو روز یک هفته دو هفته سخت یا که بسیار احسان کرده موندگی روزها نباشدگری از ویا هر دائم هر روز کم کم بدگیش نقص است هر روزه حیات مونده یک کار خیر باشد و همه چیز بر دوام باشه مگری همه چیز نقص است یک شما بیاد 20 رکعت 30 رکعت نماز نفل خونم و شما بیاد اگری 4 5 روز نخونم میگردیم کو از هوای هر روز 2 رکعت می 4 رکعت می نماز نفل خونم دائما شاید نقص است از یک روزی بسیار موندگی روز به بهره کردن هر روز همه کارهای ثواب بنده کم کم باشدم بر دوامش پروردگار خرسند میکرده است سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين